عزیز، امید که جور سر و سلامت باشید. ما از ولایت قندوز با ولسوالی چهاردره منطقه دارق یا دارق نامش است، یک قریه قومای ترکمن اینجا زندگی میکنن و شرکت صداقت از اینجا که تولید میشن اینجا آمدیم تا برنامه ثبت بکنیم، خدمت شما هموطنان عزیز قرار بدیم. برادر خوب هستی؟ بخیر؟ صحتت خوب است؟ آرام هستی؟ نامت چی است؟ سمیع الله. سمیع الله؟ بله. اینجا کجای چهاردره هستن؟ ولسوالی چهاردره قریه دارق میگه. دارق؟ بله. اینجا شرکت صداقت است؟ بله. اینجا را برای ما تشریح بدین، اینا چی هستن؟ اینا آسیا هستی. آسیا؟ ها. خب بعد سنگ از اونجا انداخته میشن، اینجا آسیا میشن، دوباره اینجا جمع میشن با گونیا پر میشن. بله. درست. جای دیگه هم هستن که برای ما نشان بدین؟ دیگه هم هست نشان بدین؟ سایز خمیر مجا را میبین. گلم. سلام دوستان، امید که جور باشین. اینجا آمدیم سنگا را از کوه آوردن به همین موتورایی که میبینین. خب از این مسئول شرکت پرسان میکنیم این سنگا به خاطر چی اینجا جمع کردین؟ اینجا را بود اینجا را میندازین؟ بله، گاز جور میکنیم اینجا. اینجا گاز جور میکنین؟ سنگا در کرش انداخته باز گاز جور میکنیم. اینی کرش است؟ بله. اینجا سنگای کلان میندازین تا خورد میکنین از اونجا میرن اون بر؟ بله. اینی منطقه میه؟ بیا. از اونجا سنگای کلان میندازین داخل کرش؟ بله. بعد کرش میاره اینجا؟ از اینجا بعد کجا میرن؟ در غازن پرتاب میکنم. در دیگ پرتاب میکنم. در دیگ میندازین؟ بله. خب باز او را پخته میکنم. بعد اونجا که اونجا اون طرف که نشان دادین او پشت خور است اونجا باز چپه میکنم، باز آسیا میکنم اونجا. خب درست تشکر. Haftada en şu topsu var nasıl? Az pişirmiş geçti. Yaxşı zaman diyorlar. دوستان عزیز، ما آمدیم به شرکت صداقت. گچ صداقت از اینجا تولید میشه و موتور بار زده با خدمت شما هموطنان عزیز قرار میگیره. امروز آمدیم تا گزارش از اینجا تهیه بکنیم، در خدمت شما عزیزان قرار بدهیم. گچ صداقت از ولسوالی چهاردره ولایت قندوز تولید میشن. از این زحمت هایی که کارگرها اینجا میکشن بعد از اینجا موتور بار زده با شهر انتقال میشن، به خدمت شما عزیزان قرار میگیرن. برادر عزیز، امید که جور باشین. اینجا آمدیم کارگرای شرکت صداقت کار میکنن. از اینجا سنگ با گرش انداخته میشن، اینجا خورد میشن، بعد از اینجا میندازن با دیگ پخته میکنن و برش هم برای شما نشان میدیم.